12 شرکت ایرانی در قالب یک مجموعه نمایشگاهی با عرضه محصولات خود در 31مین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی، آشامیدنی و صنایع بسته‌بندی مسکو موسوم به پروداکسپو 2024 به دنبال افزایش سهم ایران از بازار روسیه هستند. نزدیک به 2 سال ما الان به کشور روسیه صادرات داریم، ولی خب با توجه به ظرفیت‌هایی که این کشور داره ما امسال توی این نمایشگاه شرکت کردیم که انشالله بتونیم سهم بیشتری از این بازار روسیه داشته باشیم. اولین چای ارگانیک ایران هستیم که گواهی‌های اتحادیه اروپا و امریکا رو داریم و یه برند جهانی هستش که محصولات رو میتونیم به عنوان یک کالای ارگانیک به سراسر دنیا به خاطر بازرسی‌هایی که انجام شدیم صادر بکنیم. چیزایی که ما اینجا داریم تامین کننده شرکت‌های کارخانجات مواد غذایی، شوینده و آرایشی بهداشتی است. 31مین نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی، آشامیدنی و صنایع بسته‌بندی مسکو بیش از 2000 شرکت از 48 کشور جهان را در خود جای داده، اما چین، ترکیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچون دوره‌های گذشته با شرکت‌های پرتعداد و محصولاتی متنوع در آن حاضرند. سهم مواد غذایی و خشکبار از سبد محصولات صادراتی ایران به روسیه در حال حاضر حدود 40% است و با راه اندازی مرکز تجاری ایران در روسیه و توسعه همکاری‌های بانکی بین دو کشور، افزایش سهم صادرات کالاهای ایرانی دور از انتظار نیست. یکی از عواملی که میتونه به تجارت بین دو کشور کمک کنه، مکانیزم استفاده از مراکز تجاری در خارج از کشور هست. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا و معافیت 87% کالاهای تجاری از عوارض گمرکی فرصت مناسبی در اختیار تولید کنندگان و صادر کنندگان کشورمون قرار داده که کالاها و محصولاتشون رو نه تنها به روسیه بلکه به کشورهای حوزه اوراسیا هم صادر کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.